همه زورمندان دنیا قوتهای خود را در اینجا تجربه کردند. البته اونها هم متحمل شکست و نقصانات شدند، لیکن بزرگترین تاوانی که وارد شده است در پیکر جامعه افغانستان است. ما و شما میلیون ها جوانای خود را از دست دادیم، زیربناهای ما و شما از دست رفت و بنیادهای تعلیمی ما و شما به صورت بسیار شدید آسیب دید. هر ابرقدرتی که در اینجا آمد کوشش کرد که با واسطه ترویج و حاکم ساختن ایدئولوژی خود بتواند در اینجا تسلط داشته باشد. البته مزاج افغانها با موجودیت خارجی ها اصلا سازگار نیست. ایرا همه دنیا ایرا بارها تجربه کردند، باز هم میخواهند کسایی که قدرتشان با اوج میرسد خامخا میخواهند در اینجا باز اونها هم امو قدرت و زور خود را در اینجا تجربه بکنند. استادان نهایت عزیز، برای جوانان ما و شما در قدم اول به حیث یک مسلمان داشتن و یاد گرفتن عقاید اسلامی و ضروریات اسلامی از جمله فرض عین می باشد. ما به حیث یک مسلمان در گام اول باید معتقدات اسلامی و ضروریات اسلامی را یاد داشته باشیم. در گام دوم داشتن یک افغانستان آزاد و مستقل به این ضرورت دارد که ما باید ارگانهای تحصیلات عالی خود، ارگانهای تعلیم و تربیه خود هم کمن و کیفن باید تقویت ببخشیم. و در شرایط فعلی الحمدلله همه فعال هستند، لیکن با توجه عمیق و با توجه خاص و ویژه ضرورت دارد. ما در سال گذشته به 2 یا 3 لیسه های شهر کابل رفتم، از نزدیک آنها را دیدم. باور کنین یعنی انسان متاثر میشه. هم استادا کمبود بودند و هم از نگاه نصاب تعلیمی، کیفیت درس و نصاب تعلیمی، کوریکولم از هر بخش ضرورت به این دارد که ما توجه داشته باشیم. و پوانتون های ما و شما هم همچنان است. ضرورت به این دارد که شما استادای عزیز توجه خاص بکنین و همچنان مسئولین محترم تحصیلات عالی تا حال هم گام‌های را برداشتند و دیگر هم به توجه زیاد ضرورت دارد. و اکثر پوانتون‌های ما و شما امو لکچرهایی است که بسیار زمانهای قبل از طرف استادای گرامی ساخته شده است، امو کافی می شود و هنوز هم از امو استفاده می شود. ما و شما هم به تعلیم و تربیه و هم به تحصیلات عالی، چون که به اثر جنگ ها یقینا ما شدیداً متضرر شدیم. قسمی که باید امروز ما
لیسه و متوسطه و ابتداییه و یا پوانتون ها می داشتیم نداریم. به توجه عمیق و ویژه ضرورت دارد. اگر ما بخواهیم وطن عزیز ما مستقل باشد، ما صرف یاد گرفتن اجتماعیات نمیتوانیم این وطن مستقل نگاه بداریم. در بخش زراعت اگر توجه نکنیم، پوانزه زراعت ما در اینجا با معیارهای کشورهای منطقه و کشورهای دنیا اگر برابر نباشد، اگر میخواهیم در ساحه صحت مستقل باشیم، مردم ما مطمئن شوند، در بخش طب اگر توجه ویژه نکنیم، پوانزه های طب ما و شما با معیارهای امروزی، با معیارهای منطقه و سایر دنیا اگر برابر نباشد، در بخش کامپیوتر ساینس اگر همراه دیگرها برابری کرده نتانیم، دیگر دنیا به طرف دیجیتالی شدن برود، ما در حالت آنالوگ بمانیم. و در انرژی هم حالات ما و شما همه ما میبینیم. چند میگاوات برقی که داریم و هم از کشورهای همسایه وارداتی است. در بخش انرژی معادن ما و شما همه همینطور ثابت موجود است. هر نوع معادن را الله تعالی در این وطن نصیب کرده است، اما ما و شما به حالت غربت به سر میبریم. ما سر ذخیره خود نشسته هستیم، از او استفاده کرده نمیتونیم. ما در بخش تکنیک، در بخش انجینیری با کوریکولوم خود، با نصاب تعلیمی خود، با کیفیت درسی خود یا با معیارهای تعلیمی خود اگر تجدید نظر نمی کنیم، خود اپدیت نمی کنیم و همچنان در سایر پوانزه ها، در او صورت ما اگر دعوا میکنیم که ما وطن خود را این میکنیم آن میکنیم، همه خواب و خیال است. اول دستگاه های تعلیمی خود را ما و شما هم از نگاه کوالیتی و هم از نگاه کمیت تقویت نکنیم، اپدیت نسازیم، در او صورت هیچگاه ما نمیتونیم و قسمی که تقاضای استقلال یک وطن است، وطن خود را ما مستقل بسازیم. استقلال وطن ایجاب میکند که ما در گام اول دستگاه های تعلیمی خود را و قسمی که تقاضای امروز دنیا هست با همون شکل باید تقویت ببخشیم. ما انشاءالله در هر بخش که ضرورت باشد به خاطر تقویت دستگاه های تعلیمی خود، ما حامی هیئت رهبری وزارت محترم تحصیلات عالی، وزارت معارف، تعلیمات تکنیکی و مسلکی و دیگر انستیتوت هایی که به خاطر ارتقای ظرفیت، به خاطر کاریابی فعالیت میکنند، ما همه از اونها را انشاءالله حمایت میکنیم. چقدر امکاناتی که ما به دست داریم او را انشاءالله صرفه نمیکنیم. به خاطر ارتقای ظرفیت استادای محترم یا دستگاه های تعلیمی خود او را به خرج میرسانیم. سال گذشته صرف در بخش تعلیم و تربیت ما البته دیگر ارگان های حکومتی را
دیگه وزارتخانه ها را در هر جایی که در تشکیلات آنها پرسو وجود داشت او را تنقیص کردیم، حذف کردیم. اما در تعلیم و تربیه ما 20,000 بست را به خاطر تقویت تعلیم و تربیه به وزارت معارف دادیم. و از مسئولین محترم ارگانهای تعلیمی، چه تعلیم و تربیه است، چه تعلیمات تکنیکی و مسلکی است، چه وزارت محترم تحصیلات عالی است، خواهش ما است که در همه بخش ها باید توجه عمیق داشته باشند. ما همراهشان هستیم. ان شاء الله در هر بخشی که ضرورت باشد ما حمایت میکنیم. با علمای کرام هم این ضرورت است که به خاطر تنویر جامعه ما، به خاطر اهمیت علوم در عصر امروزی ما، وظایف و مسئولیت‌های خود را باید ادا بکنند. درباره امام ابو یوسف رحمت الله علیه نقل میکنند که در یک جا فرموده است: من لم یعرف اهل زمانه فهو جاهل. کسی که اهل زمان خود را نشناسد او جاهل است. در زمان خود امام ابو یوسف رحمت الله علیه که یکی از جمله امامان و مجتهدین عالم اسلام است، می رفت همراه تجارها یک جا می نشست، درباره خرید و فروش اونها متوجه می شد، اونا چه قسم معامله می کنند، چه قسم می فروشند، چه قسم خریداری می کنند. هدفشانی بود که وقتی که از اینها درباره یک مسائل اگر استفتا شود در روشنی بتوانند به او فتوا بدهند. در صورتی که یک مفتی به یک مسئله اگر به صورت واضح نفهمد، در او صورت فتوا دادن برای از او خیلی مشکل می باشد. در صورتی که حقیقت مسئله را درک نکند، ترتب و حکم را چه قسم در اونجا کرده میتواند. اگر یک مفتی کمپانی را نفهمد، کمپانی یعنی چی؟ چه قسم میتواند حکم کند که در این کمپانی آیا زکات جایز است یا نیست؟ اولا ضرور است که او بفهمد که یعنی کمپانی یعنی چی. در قدم دوم، در گام دوم او میتواند بگوید که در این زکات است یا نیست، زکات جایز است یا نیست. وظیفه یک مفتی اسلام صرف این نیست که بگوید هذا منع منع منع. در صورتی که ممنوعیت یک مسئله را بیان میکند، باید یک راه سالم و صحیح را هم باید دیگه به مسلمان ها نشان بدهد و بگوید که این راه نادرست است، ولیکن اگر به این راه میری این راه درست صحیح است. از این خاطر مسئولیت علمای اسلام، مسئولیت علمای ما هم این هست که جامعه ما را به خاطر اهمیت علم، مخصوصا درباره اهمیت علوم که امروز میتونیم ما جامعه خود را ارتقا ببخشیم و خود را از این حالت به حالت بهتر، به حالت خوبتر بکشانیم، تنویر بکنند. در صورتی که ما به این مسائل پی نبریم، چه قسم خود را از این حالت نجات داده میتونیم؟
خفته کی کند خفته را بیدار. در شرایط امروزی یک شخص عادی اگر به زکام مبتلا می شود، به دستگاه‌های طبی ما متاسفانه هیچ کس باور ندارد. تمام دار و ندار خود را می فروشد، به یکی از کشورهای همسایه روان است، میگه خود علاج میکنه. در حالی که ما الحمدلله در اینجا دکترای بسیار ورزیده و خوب داریم، چون که اعتماد مردم سلب شده است. این ضرورت است که باید اعتماد مردم به این حاصل شود دوباره. استادان نهایت عزیز، ما امکاناتی که در دست داریم، اینطور خارج از امکانات خود ما براتون گپ نمیزنیم، اما امکاناتی که در دست داریم انشالله او را به خاطر بهتر ساختن دستگاه های تعلیم و تربیه و به خاطر بهتر ساختن پوانتونای خود و به خاطر تقویت استادای عزیز او را به مصرف میرسانیم انشالله. امیدوار هستیم به همکاری همدیگر انشاءالله او زخمه هایی که در پیکر ملت عزیز ما، در پیکر جامعه ما، در پیکر وطن عزیز ما وارد شده است، او را ما شما التیام ببخشیم. باور بکنین که تخمینا یعنی بیشتر از 3 میلیون، بعضی ها میگن که تا 5 میلیون هم است جوانای عزیز ما و شما، حتی در داخل از اونا اگر بعض استادای پوانتونا هم است، معلمین است، انجینیرها هستند، حتی دکتر صاحبا، ژورنالیست ها و اقشار مختلف جامعه ما و شما است، معتاد هستند. اینا از کجا شدن؟ کجای وطن ما را ترقی بخشیدن؟ این جوانا از کجا معتاد شدن؟ در جریان اینمی 20 سال اینمی جوانای عزیز ما به این حالت رسیدن. چند بند برق ساختن در افغانستان؟ یک روز اگر کشورهای همسایه برق خود را قطع میکند، همه ما شما در اینجا در تاریکی هستیم. به این ضرورت است که باید ما و شما مشترکاً دست را با هم دیگر بدهیم، وطن عزیز خود را از این حالت باید خارج بسازیم. اگر این توقع را داشته باشیم که همسایه ها می آید این کار میکند، کشورهای منطقه می آید این کار میکند، افغانستان را آباد میکند، یا کشورهای دنیا می آید این کار میکند، این یک خواب و خیال است. اونا آمدن در اینجا نکردن. متاسفانه وطن خراب کردند. هنوز کاش که نبی جوانای ما را معتاد نمی ساختن. ما از همی خوبی های از اونا تیر بودیم، اما ضررشان برای ما وارد نمیشد. زراعت ما را تباه کردند، اما تمام اسلحه هایی که از نگاه اصول بین المللی ممنوع هست او را در افغانستان استعمال کردند. طفلایی که امروز تولد می شود همه ناقص متولد می شوند. چرا؟ چون که زور هستند، کسی نیست اونا را ملامت کند. آب زور در بالا میره. استادان نهایت عزیز، زیادتر وقت شما را نمیگیرم. انشالله امیدوار هستم که ما و شما به همکاری همدیگر و به یاری همدیگر می توانیم انشاءالله این وطن عزیز خود را از این حالت خارج بسازیم، ارتقا ببخشیم و از الله متعال می خواهم که یک روزی شود که ما یک افغانستان آباد
و یک افغانستان مستقل که به هیچ چیز به دیگران محتاج نباشد. دستگاه های علمی ما سیال کشورهای منطقه و جهان باشد. امیدوار همچنان روزی هستیم. زیادتر وقت شما را نمیگیرم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. از توجهتان تشکر.